صبح 25 می در صرافی‌های پایتخت تاجیکستان قرب دلار آمریکا در برابر پول ملی 14 سومانی ارزانتر شده $100 با 640 سومانی برابر شد. یک روز پیش بر عوض $100 صرافی‌ها از 652 تا 654 سومانی میدادند. مثلا ما میگیم از 640 است امروز با ایو میگم بالان نمیگیریم یا که یگان چی میگیریم بیرون در بالان ده ما خودمون درک نداریم کوچکی ها درک دارن که اونجا در بیرون و خوب بالان است دمو میدان هم میکنن نمیروان. در نیم سال اخیر این بار اول است که در تاجیکستان قرب دلار کاهش می‌یابد. اعتماد به پول ملی که در یک سال گذشته در مقابل دلار آمریکا تخمیناً 30% کاهش یافته است، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ در این باره صحبتی داشتم با عبدالله اشورف، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. عبدالله، کارشناسان درباره بالاروی غیر چشمداشت قرب سومانی در مقابل دلار چی نظر دارند؟ در دوشنبه قرب دلار آمریکایی یک بار 2.5% پایین رفت و باید گفت که قرب دلار از آغاز سال روان همیشه بالا می رفت و این بار اول است که قرب دلار پایین می شود. صبح امروز اکثریت تابلوهای نقطه های صرافی قرب دلار را عوض کردند و همکنون $100 آمریکایی را بر عوض 640 سومانی می خرند و بر عوض 642 سومانی می فروشند. قرب دلار در برابر سومانی پول ملی تاجیکستان از آغاز سال روان جهش بی سابقه داشت. اگر در آغاز سال روان $100 آمریکایی به حساب میانه 510-512 سومانی قرب داشت، در انجام هفته گذشته $100 آمریکایی را در نقطه های صرافی بر عوض 654 سومانی می فروختند و بر عوض 652 سومانی می خریدند. ماه گذشته بانک ملی تبادل در صرافی‌های خصوصی را منع کرد که نتیجه برعکس داد. بعداً خود رهبریت بانک ملی برکنار شد. حالا دسته نوی رهبران بانک ملی وضع را تغییر داده است؟ پس از عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی تاجیکستان، نصف از نقطه های صرافی که با فرمان رهبریت قبلی بسته شده بودند دوباره به کار شروع کردند، چون که این نقطه های صرافی وابسته این یا آن بانک تجارتی رسمی شدند و دوباره روزانه خود را برای مشتریانشان باز کردند. این عامل هم تا اندازه باعث معتدل شدن بازار ارز تاجیکستان شد، ولی باید گفت با عوض شدن رهبریت بانک ملی تاجیکستان آنها نخست اصول اینترونسیون و یا مداخله مالی را با بازار ارز تاجیکستان متوقف کردند. دیگر بانک ملی تاجیکستان به واسطه به بازار ارز دلار نمی فروشد و همچنین باید گفت که بسیاری از اقتصاددانها و کارشناسان مالیاتی میگویند معتدل شدن قرب دلار در بازار ارز تاجیکستان بیشتر به عامل‌های بیرونی ربط دارد تا به کاری صدارت نو در بانک ملی تاجیکستان، چون که در انجام ماه می هم انتقال پول‌های مهاجران از روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان زیاد شد و از سوی دیگر وضعیت اقتصادی در کشورهای شریک تاجیکستان مثل روسیه بهتر شد. روبل روسی هم در قبال دلار قربش خیلی بالاتر رفت و این عامل ها باعث شدند که قرب دلار در بازار ارز تاجیکستان نسبتا معتدل شود. اما تا کجا صدارت نوی بانک ملی تاجیکستان در دراز مدت موفق‌تر خواهد بود، وقت نشان خواهد داد. تشکر. خبرنگار رادیو آزادی عبدالله اشورف درباره بالاروی قرب سومانی در مقابل دلار ایالات متحده آمریکا معلومات داد. تفصیلات بیشتری را در این باره میتوان در سامانه آزادی پیدا نمود.